مامان چرا تو و شوهرت نمیمیرین؟ منو به اینجا رسوندین. به والله من نمیدونم چه خاکی باید دست شما به سرم بریزم آخه. میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست. این بچه هم که برداشتی آوردی میخوای تربیتش کنه. چجوری میخوای تربیتش کنه؟ یه دیوونه میخواد مثل ما بچه چی؟ کافیه دیگه بس. تویی که شوهرتو از پسرات بیشتر دوست داری، پسراتو از یه دونه دخترت بیشتر. تویی که ارثت به دخترت فقط بدبختیاته. حالیت نمیشه اونو که سر پیری رفته زیر قرض ولی بازم کوتاه اومده منم. زیر قرض؟ هنوز میخوای ادامه بدی دروغ تو؟ انتقام تو گرفتی دلت خنک نشد؟ آقا منم میکنی که انتظار من میره بالا. جان مادرت منم نکن. همین این اضافه کاری تو اعصاب من خورد میکنه. عزیز اضافه کاری من نمیخوام آبروت بره، نذاشتم آبرو اون دختر بره. بله اضافه کاریه. این مگه سند خونه نیست؟ مگه مجبورشون نکردی مغازه رو پس بدن که سند خونه رو آزاد کنی؟ کجا گرو بود؟ اگه گرو بود چرا قایمش کردی؟ 20 ساله یه حساب داره، هیچکی ازش خبر نداره. همه سکار و پولای خودش خریده بوده. مامان حالا کی باعث درد است؟ ها بابا من یا تو که با دخالت تو کار بچه‌ها تک تکمون رو بیچاره کردی؟ واقعا باورت شده من میمون شدم که جای من تصمیم بگیری؟ تا دیروز که بهبود زنده بود چقدر تو زندگی بهبود دخالت کردی؟ بهبود این کار نکن، بهبود اون کار نکن، این زمین نخر، این خونه به درد نمیخوره تا مرد. حالا گیر زدی به ما؟ نقی جان بذار راحتت کنم. تو عادت کردی تو زندگی همه دخالت بکنی. میخوای ناراحت شو، میخوای ناراحت نشو. به یکی پول ندادی بره درس بخونه، به اونی که پول دادی نذاشتی با دختری که دوست داره عروسی کنه. هیچ کی نمیخواد این بی‌تربیت رو جمعش کنه. تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه‌های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی. حالا تا حالا تنبیه فقط مال کوچیک‌ترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن. چیکار کردی تو؟ بله کم نذاش، خیلی هم گذاشت. ولی چی گذاشت؟ توهم، خودشاخ پنداری، پاپ علکی. منم شدم نقیه دوم. منم مثل تو هیچی نشدم. من نمیذارم راجب شوهر من اینطوری حرف بزنی. میشنم بازی در نیاری، داری 4 کلمه با هم حرف میزنی. شده